خوب شدم؟ افتضاح شدی. جان مگه معلومه اصلا چون نچرال گفت در میارم برات پسره. چرا کل دور چشتو موژه گذاشتن برات؟ نه گفت یه خورده تقویتی موژه کار کنم. یه خورده گونه تزریق کرد. گفت فیلر گونه برات میزنم. گفت زاویه فک بهت میدم عشق کنی. دندینه لینت کرد لینت کرد. خوبه؟ دماغم خوب شده، خوشتراش شده. چی کار کردی با خودت؟ این چه قیافه‌ای برای خودت درست کردی جناب خان؟ اصلا شبیه یه نفر دیگه شدی. بابا این نچرال خودمه، ما اصلا خودم تو آینه دوم هیچ تغییری حس نکردم. دماغش اینقدر شده. گوشت محسن قربونت، خیلی رو بدن ممدارم کار میکنم، هم ورزش میکنم هم یه خورده فاز مدل میگیرم. فاز مدل گرفتم محسن، فاز مدل. خیلی خوب. اینقدر میگم فضای مجازی نگاه نکن. مدل یعنی چی اصلا؟ قشنگ شدم، مدل شدم محسن ما رو حرفت حساب کردم. سریال بعدی مصطفی کیایی یا نقش اولم روبرو هدیه یا صورتت میارم پایین. ببین الان دستتو اینجوری، اصلا من الان تو رو به مصطفی نشون بدم مصطفی اصلا قبول نمیکنه. جناب خان الان ما تو رو بندازیم تو آب، رو آب میمونی. برای چی رو آب بمونم؟ چیه الان اینا چیه اینا؟ دست نزن میپکه. نه طرف گفت اصلا فشار بهش نیاد میپکه. ما چون نکنیم امروزا. نه یعنی سوزن بزنی خالی میشه. بله بله خالی میشه. بله. چقدر ازت پول گرفتن این کارا رو کردن؟ 1.5 میلیون یورو تقریبا. گفت 1.5 میلیون یورو میگیرم ولی فاز مدل میگیری. کتت چه این بعد؟ چه کتیه این الان؟ خوب کتی پوشیدم. خب روم نشسته. خیلی من نمیدونم چرا اینقدر تنگم هست. دکمه‌شو به زور بستی. بله چون مدل شدم دیگه. هر کی یه مدل دست برای همه مدلا.